مردانی که از ضعیف بودن مردانگی خود اذیت میکشند و میخواهند که زودتر از این بیماری خلاص شوند، پس مشکلی همه مردها حل شد. ایکومینیا پاستا برای بیماری پروستات، برای خون گرفتگی و مردانگی را بقوت کردند. سمی اوون برای بزبالشوی و فربه شوی از 10 تا 15 ویس. فدزار کسانی که میخواهند خودشان را خراب کردند از 10 تا 15 روز. مز برای ساعت همخوابگی را دراز کردند از 20 تا 45 دقیقه. جوانهایی که میخواهند ریش برآورند و شخصانی که موی سرشان میریزد، مینوکسیدیل نتیجه اش را در طول 3 ماه میبرارد. شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و کسانی که میخواهند ای مترو دسترس کنند پس تا مترو دستکه ما بپول است. السلام علیکم دوستان عزیز، شامتان بخیر باشه. بر شما سلامتی خواهان هستیم. دوستان عزیز، نوارا تا آخر تماشا کنین. در روی اکران معلومات هست و فراموش نکنین که امروز درباره قرب اسرار ملی و خارجی گپ زده بودیم. گفتیم در ویدیو اگر لایک مونین با کانال ما شما پادپیسات کنین، ما رو بالا میکنم. این همه پروست تک شخیه. من نه بانکیرم، نه بانک تا کار میکنم، نه یک کارگری حکومتم، نه کارگری دولت. ما ابیش نیاز سگره مقصد ابیش نیم چیزی که هسته همراه با طرز شوخی با شما گفتیم کمتر خرسان کنیم. مقصد اساسی ما برای خرسان کردن شما بود که خواستیم در چهره شما کمتر تبسم شود وقتی سخنایی که ما گپ میزنیم. خب برادرها، امیدوارم ما را خوب میفهمین و بسیاریاتون نمیستین که اگر اختیاری روبل در دست شما باشه همین میگم تو نگی ناامید نشین. 108 بود، خدا را شکر 123 شد. ان شاء الله که منبع با بالا می شود. تا حد امکان صبر میکنیم، طاقت میکنیم، وجدان میکنیم. ان شاء الله ناویگاری ها ای پیش آید. خدا نگهبانتون. گفتی گپا که همون لایک فراموش نکنین، پادپیسات فراموش نکنین. برای ریکورد